چی تو؟ یه چی نهی مریضی ها؟ این مریض داره، مریضش واجر داره. چی نیخی خوب کنید؟ سلک مشکو؟ سلشکو؟ وای چی نشکوی بود؟ این مریض داره، فرش بره سرا. بره بره. بره بال. بره بره بال. بره بره بال. با بره سرا. میخوام بری بود. این مریضش واجر داره. این مریضه. بره بال. نیخی کتابه تو؟ زبره بال. بره بال. بره سرا. خطام زبره. سلام دختر کجایی؟ کیه؟ دکتر با مریضی تو این خونه کجاه؟ وایسا دکتر خانم جنبت کن بری برو بیرون کیه؟ آره دادا بیا اینو ببین چی شدیم؟ وای مریض خیلی وقت من این مریض رو گفتم اجازه بده من میگم اینجا نگه نزن این مریضه مگه به تو نگفتم آسخانم این مریضه این خوب نمیشه دیگه واگیر داره مریضیش چیه پوشید اینجا الان چند وقت میزه کن تموم بدنش این ببین بدنش این خوب نمیشه هرچی دوا دکتر بشه خوب نمیشه کلی خون عادت مریض میکنه ببین آزمایشاشه آسخانم شما نمیفهمید 2 ساله داری اینو نگه میداری تو خونتون این مریضی خوب نمیشه ببین اصلا چرا دستکش نزدی دست بردار چرا دستکش نزدی این خوب نمیشه چه اصلا این غذا میخوره داریم بذار بریم بیرون ببرش آسخانم ولش کن این خوب نمیشه بره سرا بذار ببرش مگه من نگفتم این نباشه اینجا ولش کن ولش کن واگیر داره خوب نیست اصلا ما بریم یه جای پرتش کنیم بریم ولش کن چیه؟ بذار بگیر تو خوبه نیش کنی بریم یه جای پرتش کنیم بره این پتون رو بردار پرتش کنیم بره این پتون رو جای بسوزون مریض داره اصلا این واگیر داره من این پتون رو بسوزون اصلا بذار ولش بریم کن ببین مادر ولش کن این فایده نداره این خوب نمیشه ولش کن خوب نمیشه برو بر حالا دو چی نگاه کن مادر این خوب نمیشه این پزشک دیگه نگاه کن ببین اینجاشو ببین نوشته چی؟ این کل روستان مریض این کل روستان رو مریض میکنه برو بر ما اینم فرد میکنه این کل روستان مریض میکنه برو بیرون این اصلا کل روستان مریض میکنه اینو باید جای تو بیابون بکنی بده مریض داره این فایده نداره اصلا دنبالش نگیر اصلا سراغش نه اصلا اینا ولش کن برش هده خودت اذیت نکن 2 سال داری نگهش می‌داری ولش کن مادر ببین مریضه فایده نداره این مریضه فایده نداره این مادر فایده نداره مریضه ولش کن اینا بگی بخونه من اصلا این هم اومده تو زمین ما مریضش واجیر داره این خوب نمیشه دیگه این باید جای تو بیابون بد میشه فرقش کنی به جایی این چیه؟ واقعا نیاد دنبال ما برو سخونه برو بنام که زود ببریم برو بذار پشت ما بیل داری اینجا؟ ببین بیل داریم؟ بله اینجا هست بیل مردم بیل بیا زود بیا زود بیا برو دختر خانم برو خونه سواشو برید ببنده میزنش؟ نه ولش کن داره سواشو برید
مسئولیت داره. اینو بگیر اینو بگیر دست اینو بگیر. زود دار که تا کسی نیده. بذارم اینجا. نه زود بردار بریم. بردار. اون بیده بردار. بس درست شد. بگی. زود برو. میخوام خاکش کنم. این زنده است، میخوای زنده بگوری؟ ببین چرا نمیفهمی؟ مگه بهت نگفتم این مریض خوب نمیشه. بابا این زنده است. بابا خدا این خوب نمیشه. این خوب نمیشه به خدا. خوب میشه. به خدا این تا دنیا 2 سال داره. 2 سال داره نگهش می‌داره. ببینو این مریض زنده میشه. ببین این زنده است. ببینو این مریضی تموم بدنش زنده است. ببین آقای عزیز برای من مسئولیت داره. با اینو فرض کن بره اینا. مگه این زنده است. بابا خدا این خوب نمیشه. طبق آزمایش‌ها ببین برات بخورم. بیماریش خطرناکه اینم مر زده. چرا نمیفهمی؟ میگن زنده است. با خدا این خوب نمیشه. این مریضه. زنده بگور کنیم. الان یه سال تو خونه تونه. این فایده نداره. گفتن اینجا پرتش کنیم بریم. بیماریش واگیر داره. این بیماریش واگیر داره. به خدا خوب نمیشه. همه تونو مریض میکنه الان. نمیدونم الان خودت سالمی یا نه. الان شانس آوردین تا این داره نفس میکشه. بلش کن نفس میکشه. یه زنده بگورش میگه اصلا این خوب نمیشه. خوب نمیشه من میدونم. ببین بیماری تموم بدنش گرفتین. جون نداره اصلا نمیتونه غذا بخوره. این خوب نمیشه. چرا نمیخواین بفهمی شما؟ زود باش تا کسی نیده. مگه بهت نگفتم تو خومری تو بطه من. گریه نکن. بلند شو همون مادرت هم اشتباه کرد الان داشت نگه می‌داشت. الان مادرت هم مریض شده. همه تو مریضین. چرا نمیخوایم بفهمین؟ این برای سلامتی خودت ضرر داره. وای داری دروغ میگی. بلند شو. اینا بریز بالا. زود بریز بالا. زود باش من برم زودی آهک بیارم زود فینیش کنم اینجا. اینه باید جوری زده فونی کنی که اصلا
جونداری نباتی نبخوره اصلا. این بابر زیر خاک میفهمی اصلا نباید بیرون باشه، زلفونی بشه. آبی این پلاستیکا بابی توش نبود، این آوردن زلفونیش کنم. ببین این برای زلفونیش آوردن، اینو با بریزین روش. بریز پسر آماده. ولش کن، گریه نکن. گریه فایده نداره. میگیری باشه. باشه بگیر. نمیتونم. بلند شو، بلند شو. بلند شو. بگیر، تو بگیر. بگیر. پسر گریه فایده نداره. ولش کن. بذار. بذار روش باش، بذار روش باش. روشو بردار، روشو بردار. اینا بردار، اینا بردار. بردار. و تو بردار. نیسته. این بوده کنیش بکنم. برو بار، برو بار. برو برو. خب بلند شو بنیو دیگه. بلند شو. فایده نداره. ببین فایده من گفتم بلند شو ولش کن. ولش کن الان دیگه میمیره. ولش کن. بابا خدا این خوب نمیشه. دیوونه ای مگه؟ من یه نگفتم. این گناه داره. این خوب نمیشه دیگه. ولش کن. بیا بریم. یه سال همین برنامه بوده.
ولش کن بیا برین دیگه اصلا به مادرت هم بگو بردمش توی بیمارستان خوبش کنم رفتی خونه اینجا دیگه لو ندی میبرمت خونه خب به مادرت بگو رفتم بیمارستان خوبش کنم حافظ